شخصی بود در اصفهان، اوضاع مالی داغون، یه خونه کوچیکی داشت، 2 تا اتاق داشت. به خانومش گفت خانم یکی از این اتاقا رو خالی کنیم، تو همین یه اتاق زندگی کنیم، اتاق دوم بکنیم محل پرورش مرغی، خروسی، جوجه‌ای. گفتن خب اتاقای قدیم کوچیک بود دیگه، کفو بکنیم یکم فضا بیشتر بشه، قفسه بندی بکنیم، تعداد مرغ و خروس و اینا بیشتر بتونه جا بگیره. آقا بیل و کلنگ و دست گرفت، شروع کرد به کندن. یه مقداری که کند چیزی برق زد، یه الماسی از دل خاک اومد بالا. سریع رفت بازار زرگرهای اصفهان که آقا اینو کسی هست بخره. گفتن این الماس خیلی عجیب غریبه، این خیلی گرونه، اینو ببر. فقط اون موقع بازرگان‌های تنگ‌های قیمتی در بغداد بازارش خیلی معروف بود، اینو ببر عراق، ببر بغداد، ازت میخرن، کلی هم پولشه. اومد خونه خوشحال، به خانومش گفت ما دنبال مرغ پروری بودیم، خدا چی نصیبمون کرد. آقا اومد وارد عراق شد، چون محب امیرالمومنین بود گفت اول برم نجف عرض ادب کنم، بعد برم بغداد دنبال دنیا. حالا دیگه سرمایه رو که گرفتم دیگه، خیالم تخته. روز آخر میخواست خداحافظی کنه بره سمت بغداد بفروشه این الماس رو. وقتی خادم حرم داره صدا میزنه، داخل ضریح یه قبر چوبی هست، عزیزانی که دیده حرم ضریح نداشت. این خادم صدا زد ایها الناس، آی شیعیان مولا، کمک کنید، مولاتون ضریح نداره. این بنده خدا شنید مولا ضریح نداره، گیر شد به عبارت امروز. خادم صدا زد گفت بیا اینجا، ما که یه عمر نداشتیم، از این به بعدم نداشته باشیم. دست کرد تو جیبش، الماس داد به خادم، گفت خادم خیلی قیمتشه، ضریح رو درست کنید، کارا حرم رو برسید. همه رو جواب میده. آقا خادم خوشحال، این نشست گوشه حرم، کاری نداشت بکنه، پشیمون شد یه لحظه. عجب کاری کردم، حالا میفروختم یه بخششو میدادم، منو جواب زن و بچه رو چی بدن. تو همین حالت پشیمونی به خواب فرو میره. تو عالم خواب میبینه امیرالمومنین از داخل این قبر اومدن بیرون، لاله گوشش رو آروم گرفتن، 3 بار فرمودن حاجی الماسی، علی مرد الماسی، زیر بار منت نامرد. این از خواب بیدار شد، پشیمون شد از پشیمونیش. آقا جان غلط کردم، آقا جان نفهمیدم، آقا جان همه زندگیمون فدای شما. یه مرتبه دید پلیس وارد حرم شده، پیداش کردن، اینو گرفتن. ترسید، فکر کرد اتفاق بدی افتاده. چه خبر آقا؟ ما اصفهان دنبالت میگشتیم، تلگراف زدن گفتن اومدی عراق، چک کردیم دیدیم اومدی نجف. یک عموی پدری داشتی در هندوستان، مولتی میلیاردر، الان از دنیا رفته، وارثی نداره جز تو، دنبالت میگردن، بیای بری اینا رو تحویل بگیری. آقا من نیم ساعت پیش الماس دادم، این تلگراف دست به دست 20 روز دنبال توه. اصلا قبل از اینکه الماسی پیدا کنی علی فکر تو رو کرده. رفت هندوستان تحویل گرفت، اومد ایران، تو اصفهان بازار زرگری را انداخت که مشابهش نبود تو شهرهای اطراف. اسمش هم به برکت خطاب امیرالمومنین عوض کرد، گذاشت حاجی الماسی. برای امیرالمومنین کاری میکنید نگران نباشید، علی مرده.